سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همراهان دوره آموزشی سیمپل RTM یا RTM ساده. خب دوستان عزیز، جلسه قبل ما راجع به SSR ها گفتیم و اهمیتشون توی ما. خب این جلسه ادامه SSR رو داریم و با مفهوم FTR میخوایم آشنا بشیم که اصلا FTR ها چی هستن و چه کاربردی برای ما دارن. اگر که خاطرتون باشه ما گفتیم که SSR ها نواحی مهمی توی مارکت ما هستن. فکر کنید مثلا اینجا ما یه های داشتیم، یه لو داشتیم. اون لویی که منجر میشه این سقف شکسته بشه بهش چی میگن؟ بهش میگن SSR. ما اینجا بهش میگیم SSR. همینجور میتونه ادامه دار باشه روندمون. پس ما اینجا یه دونه SSR داریم، این کپی که منجر به ایجاد سقف جدید. ما یه ریویو همیشه در حد 1-2 دقیقه از جلسه قبل میکنه. ریویو یعنی مرور کردن. خب پس این کپی که منجر به تشکیل سقف جدید میشه اساس. حالا ما میایم میخوایم با مفهوم این خط سبز رو کشیدیم که با مفهوم چی آشنا بشیم؟ FTR ها بچه‌ها بهش کینک میگن، گره میگن. ممکنه جایی بشنوید اسم گره معاملات یا بگن کینک بهش توی RTM. اما در اصل ما با مفهوم FTR یا fail to return یا failure to return فرقی نمیکنه. هر کدوم شنیدید این مفهوم، ولی ما کلا بهش میگیم FTR. اوکی FTR. خب فکر کنید اینجا ما یه SSR داشتیم. حالا ما با این مفهوم آشنا میشیم که اصلا SSR چه قابلیتی داره و توی FTR چطوری میتونیم روی SSR ها کار. ببین مثلا حالا گیجتون زیاد نکنم. فکر کنید یه SSR ما قبلا اینجا داشتیم، خط سبز انداختیم روی چاپ. مثلا کار به این شماتیک بنفش رنگ نداشته باشه. خب فرض کنید اینجا قیمت میاد از این SSR عبور میکنه. ما روی چارت یه SSR از قبل داشتیم، برگشتی که میده و دوباره حرکت رو به بالا به این میگن FTR. پس FTR ما میشه این. ما اینجا یه باکس میدازیم، این میشه FTR ما. و برعکسش هم هست. پس این میشه چی؟ این میشه یه دونه FTR که چی؟ که SSR ما را بشکنن، ریتریس بده و مجددا اون کف FTR مون بیاد سقف جدید بذاره. ما این محدوده رو از سقف تا کفی که میده میگیریم و بهش میگیم FTR. ما اینجا اسمشو بنویسیم. حالا مثال روی چارت بزنیم بهتر درک میکنید مثلا FTR ها چی هست. خب این هم مثال نزولیش هم میتونی با هم بزنیم. تو حالت نزولی فکر کنید قیمت داره میاد، ما یه دونه خط انداخته بودیم از قبل راجع به SSR، یه حمایت مقاومت یا محدود فرق نمیکنه. اینو میاد میشکنه، میاد یه ریتریس میده، بعد اینجا کانفرم میکنه، یعنی میاد تایید. حالا این میتونه محدودمون کوچیک باشه، بزرگ باشه، تایم فریمش مهمه. اینا بهتون میگیم که چجوری بهینه‌اش کنی و استفاده ازش بکنی. این هم بچه میشه FTR. پس ما FTR در دو حالت صعودی و نزولی مارکت رو با هم می‌بینیم. خب حالا یه جای دیگه بچه ها نگاه کنید. FTR ما ممکنه به این شکل باشه. ممکنه بیاد اینجا در حالت مینور که بهش میگن مینور ماژور. یعنی چی؟ یعنی بیاد مینوری یه دونه FTR بسازه. خب همه دیگه اینجا به اشتباه بگن چی؟ خب تموم شد دیگه، ما اینجا FTR مون تشکیل شد، تو برگشتش بیایم بای بزنیم. نه، ممکنه بیا این اتفاق بیفته. خب ما الان FTR ما کدوم میشه؟ FTR ما اگه دقت کنید اینجا تایم 1M مون میاد یه مینور میشه. اگه اینو ببری تایم 15 یا 5 دقیقه میبینی که کلش این شکلی میشه. پس به خاطر همین نباید تو ترید عجله کرد، زود بیس رو کشید، زود FTR رو کشید بگی دیگه تموم شد. ممکنه توی 15 دقیقه این باشه، همین چیزی که الان شما توی یه دقیقه دیدی. پس کل FTR ما میشه این سقف و این کف. این میشه FTR. این مینور بوده شده ماژور،
یعنی سقف بالاتر رفته کف پایینتر رفته، اما در کل اومده اون سقفی که داشته رو زده. پس این جه اف. این تو حالت بچه ها مینور ماژور هستش و دوباره میتونیم تو حالت برعکسش هم اینو داشته باشیم. تو حالت چی؟ تو حالت نزول. مثلا قیمت بیاد پایین، مینوری یه دونه الکتریک بسازه، بعد مجدد بره بالا که ممکنه حد استاپا رو بده، که بسیار زیاد توی مارکت من اینو با چشم دیدم و تجربهش کردم که خیلی ها که عجول هستن و عجله میکنن، میاد استاپشون رو مثلا میزنه و مجدد مسیرش رو ادامه میده و کل اختیار ما میشه این. پس این بچه چی شد؟ شد اختیار کینگ گرایی هر چیزی که اسمشو بذارید. پس ما ناحیه SSRی که مشخص میکنیم بعد بیایم روی اون SSR ها دنبال اختیار باشه که حالا اینو با همدیگه روی چارت بیایم بررسیم. حالا این تعریف اولیه رو بچه ها دیدید به چه صورت بود که معرفی کردیم راجع به اختیار. حالا کل اختیارها دو دسته هست. کل اختیارها دو دسته هستن. خب چجوری هستن؟ من اینا رو که روی شارت شماتیکش رو کشیدم اینجا مثالش میذارم. اینجا می‌نویسم که شما با مفهومش آشنا بشید. R B R مخفف چیه؟ رالی بیس رالی. خیلی حائز اهمیته که اینا مفهوم‌ها رو آشنا بشن. نمیخواد حفظ کنی یا شما همین چارت هم بکشی رو چارت هم بلد باشی کافیه. فقط من این مفهومش رو اسمش رو میگم که یه جای آر بی آر دیدی هنگ نکنی بگی آره این چیزی که نیست، این همون اختیاره، اما اختیار سودی. بیا کنید حالا یعنی چی؟ آر به معنی رالی، یه رالی داشتیم، یه بیس داشتیم، یه رالی داشتیم. پس این میشه آر بی. پس این نوع از اختیار بهش میگن چی؟ آر بی. خب یه اختیار دیگه هم داریم، دراپ بیس دراپ یا دی بی دی. ما با این دوتا اختیار فعلا کار داریم، با انواع با چیزای دیگهش کار نداریم، با اختیارهای دیگه ما کار نداریم و اصلا نمیخوام شما رو گیج کنم بگن اختیارها انواع مختلفی دارن، اما ما فقط با این دوتا میخوایم کار کنیم و نمیخوام من اصلا شما رو گیج کنم با انواع مختلف. دو نوع داریم، همین دوتا رو شما یاد بگیرید. دی بی دی یعنی چی؟ دراپ به معنی ریزش، دراپ بیس دراپ. این چی میشه؟ این میشه اسمش هم بنویسم اینجا که شما بدونید دراپ بیس دراپ. دقیقاً عکس جهته. پس دو نوع داریم. اونام که مینور ماژور فرقی نمیکنه، واقعا همون اختیارها هست، فقط مینور به ماژور شدن. پس ما دو نوع اختیار داریم، یک رالی بیس رالی. پس بیس چه زمانی تشکیل میشه؟ بیس زمانی تشکیل میشه که اون کف بیاد سقف جدید بده، این میشه اختیار. خب دراپ بیس دراپ چه زمانی دراپ بیس دراپ ما تشکیل میشه؟ زمانی که این سقف بیاد کف قبلی خودشو نقص کنه، بیاد کف قبلی خودشو بزنه. خب با هم دیگه میریم روی چارت، اینا رو بررسی میکنیم، اختیارها رو با هم میبینیم، ببینیم به چه حالت هستش. ما خط میندازیم SSR تا اون حمایت مقاومت مهممون، ببینیم به چه صورت هست، چجوری میتونیم ازش استفاده ببریم. خب تا اینجا داشته باشید بچه ها. بریم با هم روی چارت طلا. بچه ها قبل از اینکه حالا این مطلب رو بگم، توصیه میکنم به همتون که یا از نسخه پریمیوم تریدینگ ویو استفاده کنید، کسی که دسترسی دارن، کسی که میتونن اکانت پریمیوم بگیرن. کسایی که نمیتونن میتونن از سایت فراز استفاده کنن. مثلا این سایتی که من استفاده میکنم سایت فراز هستش و دیتا تا تایم 1 ثانیه برای من میاره. یه اشتراکی ده، اشتراکشو میدیم و خریداری میکنیم، ارزش داره به نظرم و میتونید خیلی استفاده توی مارکت ببرید، مخصوصا برای اونایی که اسکلپ تریدرن و دوست دارن که تریدای سرعتی از مارکت بگیرن. خب ببینید ما اومدیم تایم فریم 1 ساعت. من بهتون گفتم چی؟ گفتم اول میایم یه خط میندازیم SSR رو مشخص کنیم. این به نظر شما SSR هست یا نه؟ به نظر من هست.
من خط میندازم اینجا، چون که میخوایم اون FTR رو در بیاریم از توش. خط میندازم. اومده این کف رو زده. خب شماتیکش هم که بهتون آموزش دادم، مثلا اینجا اومده سقف، اون سقف تصمیم گرفته اون کف رو از بین ببره، اون کف رو بشکنه. پس این شد یک SSR ما. حالا ما میخوایم این SSR رو تایم کم کنیم، ببینیم چه اتفاقی روبروش افتاده. همین FTRی که میخواستیم. ببین اصلا اینجا هیچی معلوم نیست. اگه بخوای تایم 1 ساعت نگاه کنیم چیزی مشخص نیست. باید تایم کم کنیم بچه‌ها تا برسیم به FTR مون. من یه تایم، 2 تا تایم کم میکنم، میام 15 دقیقه اول. این چیه 15 دقیقه؟ بعد 4 تا کوچولو کنید تا ببینید. این همون 1 ساعته بود، اما ما الان تایم کردیم. ببین توی 15 دقیقه چی شد. آها، تو 15 دقیقه واضح تره. دقیقاً اومده رو اون SSR ما که شکسته یه دونه FTR ساخت. این بچه FTR. حالا ما اینو ببریم تایم 1 دقیقه، ببینیم چه اتفاقی افتاده. پس این شد چی؟ شد یه دونه FTR تایم 15 دقیقه که حالا ماژوره به نظر من. اومده اینجا دقیقاً اومده SSR رو شکسته. یه برگشت ریپلیس و کانفرم. کانفرمش چه زمانیه؟ زمانی که بیاد اون کف خودش رو بشه. یعنی ما دقیقاً تا اینجا رو شکست میتونیم اینجا پوزیشن سل بگیریم دقیقاً رو خط SSR. که من اینو حتما بهتون یاد میدم. ستاپ معاملاتی داره و میتونید ازش گینای خیلی خیلی عالی بگیرید ازش. حالا من اینو ببرم یه تایم پایینتر باز. شاید مبحث مینور ماژور هم همینجا مهم داره. ما تایم باز کم کردیم، تایم هم این افتیاری که مشخصش کردیم. بریم 1 دقیقه باز یه تایم دیگه کم کنیم. میخوام تایم ها رو کم کنم که شما بهتر درک کنید این مسائلی که ما روی چارت میذاریم. بچه‌ها خیلی تمرین کنید، خیلی بد تست بگیرید. این افتیار رو سرسری نگیرید. چرا؟ چون که خیلی خیلی اهمیت داره. حالا این دیتای فراز انگار لود نمیکنه. ما یکی مشکلاتی که توی ایران داریم متاسفانه مشکل دیتا هست. یعنی که اون دیتا هایی که داریم متاسفانه لود نمیکنه، چون که بعد فراز بره از تریدینگ ویو بگیره تا تریدینگ ویو هم بخواد لود کنه. با این صورت اینترنت ما هیهات داره. حالا ما سعی میکنیم کم 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 با حوصله. ببینید یه تریدر بچه‌ها خیلی باید حوصله داشته باشه. بدون عجله، بدون عجله. ما میخوایم ترید کنیم، میخوایم سود کنیم، میخوایم نون اتوش در بیاریم. اینا خیلی. حالا ببینید اینجا. آها، این مبحث مینور ماژور هم قشنگ برای شما اینجا میاد جا میندازه. این همون خطه هست، خطی که من توی 1 ساعته انداختم. بذار من رنگش هم تغییر بدم که شما بهتر متوجه. من قرمزش. چرا مینور ماژور شده اینجا؟ خوب دقت کن. اینجا اومده شکسته یه سطح مینور ساخته. مثلا هر کسی بود میگفت که من سریع بیام اینو بکنم که به نظر من اشتباه. اول کفو نزده کانفرم بشه. پس ما نمیدیم. یعنی تو 1 دقیقه شد این بیسه. ممکنه خیلی بیان روی این ترید کنن که غلطه. ببینید اومده ماژور شده، اومده بالاشو زده. ببین مینور به ماژور. پس چرا ما یه تایم بالاتر رفتیم 5 دقیقه تا اینو کامل درش بیاریم. اینو میکشیم جلو. این از نظر من اختیار هست. در واقع این میشه اختیار. اونی که بیاد کف خودشو کامل بزنه. این زمان که کفشو میزنه دیگه بالاهاش سل داره. دیگه بالاهاش نمیخواد شما مثلا منتظر اتفاق خاصی باشید. کفو زده با این استاپ. ببین مثلا اگه من بخوام اینو معامله کنم، حالا فعلا ما اصلا بحث معامله نداریم، ولی من مابین پیامایی که میدم، مابین آموزشایی که میدم بهتونم میگم که میتونید از اینا هم استفاده کنید. ولی لطفاً عجله نکنید با این 2-3 جلسه آموزش. جریان سفارشات رو بعد کامل بهتون آموزش بدن. انگولفا رو یاد بگیرید، اف او ها رو یاد بگیرید. ببین به شخصه من میخواستم اینو ترید کنم، میومدم داخل این باکس وقتی که این کفو شکست. با این اف دی آر موجود یه دونه اف دی آر داشت. خب این کفو زد، کفو کانفرم کرد. میومدم توی این بیس، خب یا روی این خط اس اس آر هم دنبال ترید بیام که قطعا این اس اس آر ها خیلی مهمن. ببینید دیگه از این بهتر که نداریم دیگه. اومده روی خط اس اس آر ما یه بیس فرش ساخت. پس نکته اول، خط اس اس آر
دو بیس فرش ساختنه. بیس فرش روی این خط اساسه. من میام اینجا ترید میکنم. ترید من میشه این. اگه ترید بهینه بخوای میشه این. یعنی تریدی که سود ریوارد خیلی زیادی داره میشه این. یعنی شما ورود میشه این ناحیه، استاپ کوچولو میشه. بعضی اوقات دیدی استاپ ما چقدر کوچولو به خاطر اینه. و هدف چیه؟ هدف میشه شکست این کف. خب یعنی اصلا من بدون این اون ریتریسی که میده به بالا، هدف میشه شکست این کف. من میذارم تارگت یک معامله 1/4. شما خیلی ساده اگه 1% زده باشی روی حالا این معامله 4% سود میکنی. یعنی با ریسک 1% توی معامله 4% سود میکنی. اصلا من کار ندارم که چقدر سرمایه شما داری. $1000 داری توی این معامله کوچیک تایم فریم یه دقیقه $40 شما سود بوده. $10,000 داری $400 تو همین معامله کوچیک که ما خیلی معامله بیشتر از این میکنیم. اگه جریان سفارشات رو دنبال کنید دوباره این کپو که زده یه FDR ساخته پشتش دوباره این پشتش جریان سفارشات داریم و میتونیم استفاده کنیم. حالا اینا من نحوست اینگولف و اف رو بهتون میگم که مثلا اگه اینو اینگولف میکرد چی میشد، اگه اینو رد میکرد میریخت چی میشد، یعنی در آینده میخواست عبور کنه ازش. اینا مبحثش جداست. ولی در حد ستاپ معاملات نکتهشو بهتون گفتم که زمانی که FDR تشکیل میشه روی SSR خط قرمز رنگ که ما از 1 ساعته گرفتیم مانیتور ببینیم 1 ساعته چی شده. مثلا تو 1 ساعته شما میتونستی همچین تریدی بزنی ببینیم میشه یا نه. مثلا تو 1 ساعته چیزی مشخص نیست. شما چی می‌خواستی ترید کنی تو 1 ساعت؟ مثلا این باکس ویکشن بزنید هیچ چیزی مشخص نیست. یعنی تا زمانی این فقط یه دونه کندله. من اینو بردم 1 دقیقه ازش ترید گرفتم. پس چی شد؟ ما میایم تایم بالا SSR ها رو مشخص میکنیم، بعد از دل این SSR میایم FTR رو در میاریم. یعنی حتما یه FTR روش تشکیل میشه. بچه این خیلی مهمه این جلسه ها. یعنی در واقع بگن نصف راهو اینجا اومدید الان. یعنی اگر اینقدر سرعت پیشرفتتون الان توی RTM میبینید به خاطر اینه که ما داریم ساده سازی میکنیم. من نمیام شما رو ببرم حالا توی 2-3 ساعت وبینار و 2-3 ساعت حالا اصطلاحات کلمبه سلمبه و سیمتری و کینک و فلان، آخرش هم هیچ. خیلی ساده. SSR رو بهت دادم، SSR رو خط میندازی روش، یه میای تایم پایین. این از تایم شما سعی کنید نهایتا از تایم 1 ساعت، ولی من نظرم اینه که از روزانه بیاید پایین. SSR روزانه باشه. خب یه 1 ساعت تایم ساختار خط میندازی. به محضی که شما خط انداختی تایم کم میکنی، میای 15 دقیقه. 15 دقیقه خیلی من این مثلا یه تایم فریم مورد علاقه من برای تریده که خیلی تریدای عالی ازش گرفتم. یعنی فوق العاده تریدای خیلی خوب ازش گرفتم. اینو میام یه FTR رو ازش در میارم. خب بعد ببین این تریدی که گرفته پشتش اصلا نمیشده تو 15 بگیره. شو اصلا برمیگشت بالا اینو نقضش میکرد. خب که میشد استاپ. یعنی ما اینجا استاپ اون بالا این ور میشیم تو 15 دقیقه. ولی شما یه دقیقه ببینید چه ترید بهینه‌ای به شما داده. به خاطر من میگم تایمو کم کنید که بتونید ریفاین کنید. ریفاین کردن یعنی بهینه کردن که ما بتونیم اونو حالا دیتا رو اگه لود کنه که خیلی عالیه. اگه دیتا رو یاری کنه این فراز جان. خب حالا توقع زیادی هم ما تو ایران نداریم، ولی بالاخره ببین الان لایو چارتی ما، یعنی دیروز روز معاملاتی جمعه این قیمت ها رو دیده و این دامپ و پامپایی که بوده میشود ازش استفاده. اگه شما تارگت داشته باشی که تا پایین همراهیش میکنی، اصلا ریسک فری میکنی میری پایین، اصلا استاپتو همینجا نگه میداری تا پایین میری. ببین اصلا استاپ نزده تا چه قیمتی؟ از 20.55 که شما سل زدی تا 20 ببینید مثلا میشه 250 پیپ معاملاتی که اگه بخوای به درصد حساب کنی عدد سرسام‌آور بزرگی میشه. ولی من میگم که نهایتا ما اصلا هدفمون اینه، ما نمیخوایم ریسک به ریواردمون خیلی حالا بزرگ باشه. از جایی که حالا مطمئنید بهتون میگم که چجوری پیدا کنیم. یهو مثلا یک کف انگولف شده، من میگم که آقا این تا پایین نگه دارید، میتونید راحت نگهش دارید. چرا؟ چون اون پایین انگولف شده دیگه، این بالا اف او بوده، میخواد بره اون پایین رو بزنه. اونجا مثلا با خیال راحت میگی من تریدم باز کردم و استاپمو میذارم جای مطمئن بالای این اف بی آر. ببینید فقط توی 1 دقیقه میشد همچین ستاپ
معاملاتی پیدا کرد. این خودش دوباره میشه اختیار. ببینید یه اختیار درست میکنه، میاد اختیارشو تایید میکنه. اینجا تایید کرده دیگه. توی برگشت به این اختیار دیگه من سل میزنم توی که موقع تایید. توی دل این اختیار حالا 15 دقیقه یه دونه اختیار مینی اختیار ساخته یا مینور اختیار ساخته که تو برگشتش میشده 0 پیپ. از وقت دیدید من می‌نویسم 0 پیپ، منظورم اینه که من 0 پیپ این معاملات رو برداشتم به این استاپ. چقدر ریز! ولی بهتره که شما استاپ مثلا بذاری اینجا بالای این اختیار بزرگ بذاری اینجا، ولی حتی اینم نتونسته بزنه، یعنی بهینش میشده این و تا پایین شما چه معامله بزرگی میتونستی بگیری. بازم بریم رو چارت مسائل بیشتری بزنیم با هم دیگه. من تایم فریم رو دوباره ببرم 1 ساعت. این که حالت FCR نزولی بود که میشد توی ریتریسش یه سل با یه ریسپری بارد عجیب گرفت ازش. خب بریم اینجا، بریم تایم 1 ساعته هستیم. خب این شما تمرین باید بکنید رو چارت، زیاد ببینی اینو، یعنی بایستی استفاده کنی، SSR رو در بیاری و خیلی بک تست بگیری، تمرین کنی تا اونجایی که بتونی این روش رو یعنی جوری بشه که تو ذهن شما قرار بگیره و ازش استفاده. خب ببین حالتهای مختلفی هست. ما تو حالت نزولی میتونیم بگیریم، تو حالت صعودی میتونیم بگیریم، بستگی داره که شما الان مارکت چه روندی داشته باشه. الان من طبق روند مارکت دوباره یه SSR اینجا دارم، اینو علامت میزنم. ما اومدیم عقب چارت. خب ببینید اینجا چرا باید تایم کم کنم؟ دلیل این که من تایم کم میکنم چیه؟ چون که من بتونم از این SSR یه FTR در بیارم. الان توی یه ساعته خیلی چیزی به من نمیده. من باز تایم میارم 15 دقیقه ببینید آیا FTR روی این SSR تشکیل شده یا نه. این اونقدر بچه خودتون خیلی باید تمرین کنید تا بهش برسید. بعد مبحث بعدیش خیلی جذاب‌تر میشه، مبحث انگولف و اف او که ما خیلی خیلی بهمون کمک میکنه که روندا رو تشخیص بدیم. ببینید از نظر من FTRش میشه این FTRی که این SSR داده میشه این. چی شده؟ اومده اینجا SSR رو شکسته، ریتریس داده دقیقا طبق شماتیکی که بهتون آموزش دادم. بعد اینجا اومده کانتنت. خب کجا میشه وارد معامله شد؟ اینجا. حالا بیان همینجا مشخصه ها، تو 15 دقیقه هم خیلی مشخصه. ولی شما نگاه کنید اگه من تایم ببرم پایین، من مطمئنم شما به اشتباه میافتادید. یعنی اگه فقط روی صرفا از اول توی 1 دقیقه میرفتیم معامله میکردید. ببینید من تایم باز کم میکنم، این توی 15 دقیقه من در آوردم، پس از 1 ساعت مستقیم 15 دقیقه اختیارتو در میارم. میام 1 دقیقه، میام توی 1 دقیقه، توی 1 دقیقه. بچه این مطالب زنجیرواره، من به خاطر همین از SSR شروع کردم تا شما مباحث رو به خوبی درک کنید. دیتا 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 لود کنه، امیدوارم که دیتا رو لود. خب بریم ما جلو، ما میریم جلو تا زمانی که بیاد. ما از اون نمیریم، بایستی این دیتایی که هست رو لود کن. خب متاسفانه یکم سخته واسه لود کردن، ولی ما میریم جلو تا لود. خب تا فیلم تایپر میگیریم. شما اگر الان تریدینگ ویو و رایگان بری اصلا به دیتا نمیده، پیغام میده که برو اکانت تو پرمیوم کن. بریم امیدوارم که بده. اگه نداد بریم که 5 دقیقه. بریم 5 دقیقه. امیدوارم بده. یه دقیقه هم میده ها بچه ها، خیلی بایستی صبور باشید که اینا لود کنه. این چارت رو بتونی بیار بالا. آها تو 5 دقیقه پیدا شد. 5 دقیقه ببینید. اون 5 دقیقه هم که بده واسه نام کنم خودش برمیتونه بده. خب این FTRی که تشکیل شد بهتون چی گفتم؟
گفتم که بعد از اینکه اختیار، ببینید دقیقاً جایی که انگولف میشه برای ما مهمه ها. ببینید خط استثار ما اینجا انگولف میشه. ببین انگولف یعنی چه؟ نفوذ. اگه ما توی یه دقیقه بدیم اینجا خودش یه دونه اختیاره. خب آیا من اینجا درست بوده که اینو مثلا انتخاب کنم بگم دیگه رفت من تریدمو یا علی انگولف کرد و بزنم؟ نه، صبر میکنی مینور به ماژور بشه، صبر میکنی دیگه بازتر بشه به ترید. مثلا اینجا تایم فریم 10 ثانیه اگه برید، حالا دیتا فکر نکنم جونش بالا میاد لود کنه تا بخواد اینو ترید کنه. شما صبر میکنی قشنگ یه اختیار خوشگل بده. ببین مثلا مارکت فرصت میدانه که عجول سریع بزن بریم. نه، اینجا من خط رو انداختم، استثارم رو مشخص میکنم و این اشتباه بوده. چرا؟ چون که اینجا یه مینوره، ماژورمون میشه این تا این. مثال زدم واسهتون که قابل درک و ملموس‌تر بشه. خب گفتم چی؟ گفتم میام اون، حالا نظر من میام اون افتیاری که تو دل این افتیار 5 دقیقه است. این 5 دقیقه بوده دیگه. بچه تایم ببری 1 دقیقه خیلی بهتر. الان ما مشکل دیتا داریم متاسفم. من اینو بکشم جلو ببینید. خب آیا اینو زده یا نه؟ هم فرشه، ببینید توی دل این هم فرشه و هم این که یه افتیاره دقیقاً نزدیک SSR مونه. خب ببین SSR ما درست گرفتیم. اینم مهمه دیگه، SSR باید درست باشه. ببینید نوک شادو فقط من یه خط. برین جلو. پس سعی کنید SSR دیگه از الان به بعد خط بندازید دیگه. چرا؟ چون که دیگه ما با مبحث FTR آشنا میشیم. خب من میام اینجا یه بیس فرش داشتم، اینجا ستاپ معاملاتی میچینم. ببینید دوبار بهش برخورد کرد. استاپ من کجا میشه؟ بگید شما. استاپ من میشه پشت این FL 1 دقیقه، میشه اینجا. حالا برای کسی که خیلی میخوان ریسکشون پایین بیاد میذارن پشت این اختیار بود. حالا ریوارد چی میشه؟ بهتون گفتم زدن این کف. آیا این کف رو زده؟ یعنی 100%. یه معامله 1 به 1 میگه. اگر برای کسی که چیه میخوان ریسکشون کم کنه، اون کسی که میخواد ریسک بالاتری رو بگیره میذاره اینجا با یه معامله 1 به 4 یا یک معامله 1 به 5 شکست این کف محقق میشه. چرا؟ چون که ما یه اختیار داشتیم کانفرم کرده، یه SSR قدرتمند داشتیم. این اختیاری که الان من دارم در میام یه مثلا افتیار الکی نیست که من وسط مارکت یه دونه چی بکشم بگم یه افتیار. نه، میام اونو بررسی میکنن از تایم ساختار 1 ساعته مهم بوده. اینجا سفارشات زیادی داخلش بود. جریان سفارشات داریم، کلی سفارش فروش دیگه اینجا جمع شد. چرا؟ چون که اومده یک ناحیه مهم 1 ساعته رو شکسته. مگه میشه اینجا سفارش نباشه؟ پس با تاییدیه کف اختیار ما توی برگشت و ما اون حالا طبق ناحیه‌ای که بهتون گفتم که خیلی هم زود الان بهتون گفتم ستاپ معاملاتشو میتونی سل بگیر. من میخوام جلسات پربار باشه که شما استفاده کنید. مثلا من میتونم تا این که اصلا نمیخوام اینو بشکنه، من میخوام تا این کف قبلی ازش سل بگیرم. از اونجا 1 به 5 از معامله خارج میشم، 5% توی معامله. خب بچه ها خیلی تمرین کنید، خیلی بک تست بزنید، مخالف سعودیشو در بیارید، مخالف نزولیشو در بیارید. من نمیخوام ویدیوها خیلی حجیم و سنگین بشه که هم مشکل اینترنت داشته باشه، که حالا خیلی همه اکثرا توی ایران هستید، شاید یکی دو تاتون خارج از کشور باشید. اکثرا ایرانید و مشکل متاسفانه مشکلات ما فیلتر شکنده. به خاطر همین ما سعی میکنیم که ویدیوهامون چی باشه؟ کوتاه باشه. خب عزیزان دل، من یه مثال هم از حالت سعودی مارکت میزنم، بعد با هم دیگه میریم مبحث رو جمع میکنیم و انشالله شما تمرینات رو بفرستید و بریم. ببینید اینجا از نظر من محدود مهمی بوده. ببین شادوهای بلند یادتون باشه، شادوهای بلند مخصوصا حرکات شارپ اصلا یادت نره، بهترین نقطه مارکته. ببین از اینجا کوبیده اومده اون سقف رو زده. پس اگه این سقف رد شد قطعا برای من مهمه. چرا؟ چون این سفارشات اینجا رو کامل جمع کرده. این ریتریسی که میخواد بده، میخواد از اونجا عبور کنه و بره جلو. ببین
این حالت SSR FTR من اینو هی بکشم جلو، اصلا داستان خیلی جذاب میشه. ولی شما تا این حد فعلا جلسه به جلسه بریم، هیجان زده نشید. میدونم که داره مطالب خیلی الان براتون پربارتر میشه، بس قطعا میتونید ازش گیم بگیرید. خب ببین، من تو همین 1 ساعته ای که هستم میتونم این SSRی که دارم ساب میکنم. شما اصلا محدودش هم که میکشیدی اینو بکن تو محدود، ولی بالاترین شادو بریم هم مهمه. خب اینو شکسته، پول بک زده به محدوده کامل، ولی اون خط گفتیم تو SSR بالاترین خطش رو من میگیرم. خب این حالت سعودیه دیگه. این توی 1 ساعت هم حتی بچه ها مشخصه. FTR چرا FTR؟ چون که شکسته، بعد نفوذ برگشت، تاییدش هم شده کجا؟ اینجا تایید. حالا ببینم چه معامله من میتونستم از این بگیرم. این تو حالت سعودی مارکته که با چشمم میبینی. من تایم فریم رو میبرم 15 دقیقه ببینم چجوری میتونستم ازش معامله بگیرم. این قبلیاس ما کار بیش نداریم. خب این دو حالت، هم سعودی رو بهتون میگه هم نزولی، یعنی هم آر بی آر رو بهتون میگم، هم دی که میشه دراپ بیس دراپ، حالت ریزشی بیس ریزشی، رالی بیس رالی، هم که این رالی بیس میسازه و رالی میشکنه میره جلو. خب ما کردم 15 دقیقه SSR 1 ساعت رو در بردم. خب حالا بیم اینجا خیلی جذاب میشه داستان. خب اینجا اومد افعال ساخت. حالا من سب میکنم که چی؟ که کانفرم بده. بچه از تریدر باید صبور باشه. این اگه صبور نیستید نیاد ترید کن. صبور باش اگه بخواد سود کنی. اگه نمیخوای سود مستمر کنی تو مارکت، صبور باش. من این درس صبوری رو زمانی یاد گرفتم که خیلی سرمایه از دست دادم و مجبور شدم که به خاطر اینکه جبران مافات کنم و ضررام برگردونم، صبوری رو یاد بگیرم توی مارکت. عجله به هیچ وجه نکنید. ببینید یه چیزی بهتون بگم. خب این SSR رو ما دادیم، یه FTR داد داخلش، دقیقا میاد اینجا یه دهانه میسازه. بچه دهانه هم حالا مبحثش آینده یاد میگیرید، ولی اینجا هم یه نکته راجع به دهانه میگم که ببینید خیلی میام دهانه بای میزنن. اگه دقت کنید بای هم داده. من تایم ببرم پایین، قطعا این دهانه کار کرده و یک ریوارد خیلی خوشگل داده. دهانه یعنی چی؟ یعنی بیاد رو اون افتیار ما یه FL فرش بسازه، کانفرمش هم شکست، این برگشتش ما بای میزنیم. ببین یه دقیقه کارتون ما اینجا رسیدیم. خودش ببین بعضی افتیارها اینجوریه دیگه، دهانه هم تشکیل میده، شما میتونید ازش استفاده کنید. خب دیتا بیا. انشالله که این دفعه بیاد و اذیت نکنه ما رو، که این مبحث رو ما زودتر جمع کنیم و بگم. خب خدا رو شکر اومد، یعنی دیتا لود شد. ببین چه دهانه. هنوز ما تو این حالت نزولی مارکتیم. از گفتر دیده بشه. بودی که تایم فریم 1 دقیقه است دیگه، طبیعیه که کمی اذیت کنه رو دیگه. خب خب بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا. چی شد خیلی زود. خب بچه اون SSR 1 ساعته است، یه FTR بزرگ تو دلش که شما، که من اصلا چشمی هم الان ناحیه تریدشو مشخص میکنم، کاملا چشمی، اصلا بدونی که بخوام چیزی مشخصش کنم میشه اینجا برای من. چرا؟ اصلا خودش اینجا دوباره SSR داده، مثلا دیگه از این جذابتر نمیشه. خودش اینجا SSR داده، این ناحیه برای من ترید میشه. یعنی شما تو دلش دوباره میری SSR پیدا میکنی، تو دل اون بیس بزرگی که تو 1 ساعت داده کوچولو میکنی، میای تو 1 دقیقه دوباره براش پیدا میکنی SSR و ترید میزنی. یعنی اینا رو قشنگ فقط امیدوارم که تو مقیاس ها گیج و گم نشید. خیلی راحت، به خدا درکش ساده است. من دارم اصلا ساده ترین شکل ممکن میگم. یه دوره بود، دوره زئوس، یعنی چنان شما رو گیج و منگ میکرد که دیگه نمیتونستی اصلا سراغ چارت بری و گم میکردی داستان. من خیلی راحت یه خط استثار انداختم، اختیارش در بردم، دهانه رو الان بهت آموزش دادم، گفتم دهانه میتونی ترید ازش بگیری.
در حد بچه ریسک بریوارد. ما اینجا بایزی نمیگیم که دیگه تاپ قمر رفت، نه، شما ستاپ داری. ستاپ یعنی چی؟ ببینید رو دهانه چی شده، شما دقت کنید. این دهانه منه، اومده چی روی اختیار دهانه ساخته، بالای دهانه یه بیس فرش ساخته، من میدمش جلو. آقا اومد اینجا، من لانگ ازش میگیرم، تانک بریم یه دقیقه هستا، یه دقیقه فرید کار هر کسی نیست، ما 10 ثانیه‌ش هم بهتون یاد میدیم بزن. ببین من اصلا نمیخوام ریسک به ریواردم آنچنانی باشه، من میگم این اولین برخورد بای میگیره، ریسک به ریوارد من، تازه من میگم اصلا 1-2 هم معامله خارج. خوبه؟ 1-2 2% دیگه، یه معامله یه دقیقه 2% بتونه. ولی این جایی که توی 1 ساعت میای در میاره، قطعا ریواردش بالا، ریواردش حداقل 1/4 1/5. ببین مثلا تا کجا داده، زیر اون دهانه ما رو نزده، یعنی شما تا اینجا یک معامله 1/10 بهت داده، بعد اون زیرشو زده. حالا زیرشو زده چی شده؟ ببین خیلی میان استاپشون رو زیر این میذارن، همینطور دیگه نگه میدارن، 1/10 هم نمیبنده یارو. خب میگه چی شد، چرا استاپ شد، چرا من استاپ خوردم؟ خب 1/10 بهت داده، ببند دیگه، اصلا 1/4 بهت داده. شما استاپتون اینجا نگه میداری، ریسک فری میکنی، هی 1/1 1/2 استاپت میاد بالا، 1/3 1/4 استاپتو مدیریت کن تا زمانی که زیر اینو نزده. اینا وقتی تو مبحث مدیریت سرمایه حتما یه روز کامل بهتون میگم، جلسه آخر مدیریت سرمایه است که شما چطوری بتونید پوزیشناتو مدیریت کنید. مطمئن باشید من همراهتون هستم و تا زمانی که خوب یاد نگیرید و نتونید از مارکت گین بگیرید، من ولتون نمیکنم و امیدوارم که بتونید پا تا پای چیزی که من میگم پیش برید و تمرین کنید و بعد. خب این از این. حالا نگاه کنید، ما هنوز اون FTR بزرگمون رو داریم و یه FL فرش اینجا داریم. خب حتی با اینکه دهانه کار کرد، 1/10 داد، من دهانه رو دیگه پاک تموم شد، 1/10 داد. ولی ما هنوز اون FTRی که روی SSR 1 ساعت ساخته، ما منتظر تریدیم. ببین تریدر صبور اینجا منتظر تریده. چرا اینجا منتظر ترید هست؟ چون که اینجا تو دلش یه SSR ساخته، تو دل این SSR اومده یه بیس فرش ساخته. خوب دقت کنید، این بیس فرشی که ساخته بای زده به استاپ این زیر. حالا ریوارد بعدی رو نگاه کنید. ببین اینجا چقدر ریوارد داده. یکم بعد بریم بالاتر که ببینیم چی میشه. خب اینجا مشخص میشه. ببین ریوارد اینجا رو نگاه کنید، همین بود دیگه، گفتیم که اومده تو دل این یک دقیقه این ریوارد بهمون داده. اینجا لانگ من می‌خواستم بگیرم، من اینجا لانگ میزنم، همش هم سفت پیپه بچه‌ها. استاپ بهترین استاپ زیر این اختیار بزرگه. اگه ریسک پذیر هستی میذاری زیر این، ممکن آخه انگول کنه دبرچه من میگم ریسک پذیر، ولی دیگه اینو نمیتونه بزنه تا زمانی که حالا اینو نقض نکنه. اگه اینو زد دیگه هیچی، یعنی که این اختیار شکسته و از دور خارج شده. ببین چرا ما استاپ میذاریم؟ چون که همیشه هم قرار نیست که ما ستاپی که میدیم 100% باشه. ببین از 20 تا معامله 3 تا 4 تاش هم ممکنه استاپ شه، 15 تاش هم به سود میشه اگه قانع باشی. ببین اگه کسی به 1/2 قانع باشه، من این مثال رو میزنم. ببین لاک پشت همیشه آهسته و پیوسته مارکت رو یعنی در جریان حرکتش. خب و مطمئن باش میتونی یه مسافت 200 کیلومتری هم بره با آهسته، به صورت آهسته. اما کسی که میدوه از اول کار، سرعت خیلی زیادی داره، به نفس میفته، انرژی کم میاره و دیگه نمیتونه، میبره به قول معروف، دیگه نمیتونه ادامه. اما لاک پشت همچنان به مسیر خودش آهسته و پیوسته ادامه میده. شما دوست داری بمونی اینجا، دوست داری اثر مرکب داشته باشه تو زندگی، آهسته و پیوسته باشه. ورزش میخوای بکنی، هر کاری میخوای بکنی بچه، اینو مدون آروم آهسته. باشگاه بدنسازی میری، وزن 100 کیلویی بزن، 5 کیلویی بزن، 10 کیلویی بزن. اینو میگم که درس زندگی بگیرید. من تجربه کردم، آسیب زیاد دیدم توی زندگی. لطفاً خواهشاً تمام حرکاتی که میری با تمرکز، با آرامش، اصلا این آرامشه رو وارد زندگیت کن، وارد تریدت کن. تو همه چی، اصلا میخوای کار خونه کنی، خانومی آقایی، هر چیزی، کار بیرون کنی، کاراتو با حوصله با آرامش به خدا، تمام مریضی ازت دور میشه.
تمام زندگی با پلن میشه، زندگی دیسیپلین میگیره، نظم میگیره، آرامش رو بیار تو زندگی. خب ما تموم شد اینجا، دهانه رو گرفتیم، یه 1 به 10 بهمون داد و خدا نگهدار. معامله بعدی، SSR شوخی نیست. SSR زمانی که شما SSR 1 ساعت پیدا میکنی، بعد اون FTR رو در میاری توی دقیقه، یه بیس فرش ریز توی دل این FTR در میاری، یه ریوارد 1 به 20 میده. ولی من نمیگم 1 به 20، من میگم اون لاک پشته باش، 1 به 4، 1 به 5، 1 به 2، هرچی پلن بذار. بگو آقا اسمت چیه؟ رضا، علی، احمد، امروز تو مثلا حالا سشن لندن، نیویورک، هر سشنه، آقا لندن $100 گرفتی، خدافظ، ببند بیرون. اوورترید نکنید خودتون رو، مدام هی خط بندازید اف ال بیا، آقا چرا شکست، آقا این پوکید، آقا این ترکید. نه، $100 گرفتی، $100 شب بگیر $200، بذار گوشه جیب $200 امروز میشه 13 میلیون. الان دلار 53 تومن میشه، مثلا 10 و 600، 11 میلیون الان پول میشه. کمه روزی 11 میلیون، دکترش هم در نمیاره. بخواید در ماه ظرف کنی ماه 200 میلیون پول میشه. نمیخوام از الان بهتون توهم و رویا و فلان بدم، نه، ولی میخوام بگم اگه با پلن بیای، با دیسیپلین بیای، به والله با همین 2 جلسه‌ای که من الان بهت گفتم، به خدا خیلی سود میکنی از گوش. حالا بذارید باز میرین جلوتر، مبحث اینگولف و اف او رو که بهتون بگم، اصلا دیگه خودتون دیدتون کلا بازتر و وسیع‌تر میشه. تا الان من مطمئنم خیلی دیدتون نسبت به ترید بازتر شد. من دیگه وقتتون بیش از این نمیگیرم. موفق باشید، حتما تمرین کنید، زیاد 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 SSRهای مهم رو در بیارید. SSR مهم یعنی چی؟ زمانی که انداختید ببین پشتش موقعی که میشکنه، دیدید مثل تو حرکات شارپا رو بیشتر روش کار کنید، مثلا میشکنه، تایم رو که کم کنی میفهمید چه خبره. بعد میخواد توی 1 ساعتی یه کندله، مثل اون چیزی که ما اولین چیزی که مشخص کردیم. موفق باشید، خدا نگهدار.